آقا امروز اومدیم توی جی تی ای وی با همین مایکل بریم مرحله اول، اونم چی؟ دوبله فارسی. لایک رو بزن بریم سراغ این ویدیو. Let's do this. شمال یانگتون 9 سال قبل. بخواب رو زمین. خدای من. همگی آروم باشید، اینجوری کسی آسیب نمیبینه. بودو درو با کن وگرنه میکشمش. خوردم ناموسن گوه خوردم. بودو زود باش. خواهش میکنم. خیلی خوب، خفه شو خفه شو. دست و پشت سر پیرمرد. خواهش میکنم بهمون رحم کنید. فکرش هم نکنید. چشم الان میرم. خدای من. برو تو ببینم. خیلی خوب همینجا بمونید. بلند شید تن رو جمع کنید. باشید نفرستی برید. خودتو حوصله‌تون هوا. رو- به حرفان برید، گوش برید. کنید. گم شدون تو. زود باشی. آره همین که این عجله گم کن. شید. برو خداحافظ. بمبار کاشتم، زنگ بزن. بارگاشن الان زنگ میزنم. گوشیم بیا ماشالله مال سال 2050 نوکیا 2011. برو بریم سراغ پولا. آهسته و پیوسته تی. آهسته و پیوسته. آهسته و پیوسته. بجام بود دیره همین. این پول برای هممون بسه. بستگی داره چطور بهش نگاه کنی. اونم هست، راست میگه خدایی. خیلی خوب بیا. تسلیم شو گرفتمت. پلیس کسی قیافتا دیرجم یادم میمونه. آره در روز 1000 تا چیز یادت میره. چطور اینم یادت بره. از چشمش معلومه اون از خدایا. لعنتی سیختی. نیازی به این کار نبود. بیا فعلا بریم. برای عزاداری به اندازه کافی وقت هست. بجو. میرم بمبو بزنم. میزنمشون 4 ثانیه. بهتره سنگر بگیرید. حل داداش حل. او لعنتی شنیدید؟ آژیر پلیسه. ای لعنت بهشون. چی؟ بیا در رو باز کن. ای لعنتی اینا دیگه کیان؟ پلیس محلی؟ قرار نبود اینجوری بشه. همیشه همین بساطه. دست به جنبونید. بیای اسلحه‌تون رو بذارید زمین. شما فقط یه مش احمقی. احمق بازی در نیارید. گم شید برید عقب. من عمرم تسلیمتون شم. فرار کنید. ما داریم میایم. برو هی احمق بازی در نیارید. یه فرصت داریم بریم. بیای کل پلیسای شهر ریختن اینجا. بیاید جلو. این افتضاح من اوضاع باید بفهمم با کیا طرفن. بجنبید برید. موقعی قرارداد نوشتم بهتون نگفتن ممکنه بچه‌ها دیگه شن. از اینجا برید. کن میکشی. نباید می اومدید. باید همینطوری بریم جلو. 100%. از این طرف بیای. خوشگل میزنی. تمامه برو بریم. چه هواییه صوفیفیه. برو بریم. چرا انقدر لفتش دادی؟ اون دهن تو ببند و رانندگی تو بکن. دیدی چیکار کردم؟ دختر رو با صورت انداختمش زمین. کیف کردین؟ نکشیمون کله گنده. بابا مثل اینکه ولکن نیستن. برو. ای لعنتی.
هی مواظب باشین اونا میتونن اوه لعنتی فکر کنم محلی ها خبرشون راننده کردن اونم مو سیبیش چیه؟ برو بر دست لعنت آره پسر خودشه پا بزنش بریم پیش بالگر اگه سری بریم میتونیم از قطار رد شیم مامورا دارم میان سمتمون. آروم باش هنوز ما رو نشناختن لعنتی 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 جاده بسته است. به پیش راست باید از قطار رد شیم نزنیم ماشاءالله شما خوبید؟ لعنتی بیاید ماشین رو ول کنید از این طرف میریم سمت بالگر نه هی طبق نقشه پیش میریم ها؟ گفتم طبق نقشه بیاید طبق نقشه الان میام بالا سرتون بالگرد کدوم گوریه؟ لعنتی 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 من میرم اون پشت رو ببینم. لعنتی فدرال فرار کن لامون دادم خیلی خب برد ما اینجاییم نگران نباش چی باید بریم بیا اینم زن اسکولی مگه بایستدی اونجا چی باید بریم تنهات نمیذارم مایکی من زنده نمیمونم خونریزی دارم برو نه ای عوضی های کودن ای عوضی های کودن ای لعنت بهتون لعنت بهتون لعنت بهتون اینم که میزنه به چاک دیگه بایستا این بدبخت چیکار داری ولش کن بالگرد دیگه لعنتی کجاست باید نمیتونم درباره یه آه بیا گروگان جلو میزن مثل سگ دیگه میکشمش خوبه خدای کمکم کنی. برید برید. سر گبر مایکل الان خوبی نبوده باشه یا حتی یه شهروند خوب حتی مثل یک قهرمانم نموند اما اون یه انسان بود پیامبر ما به همراه 2 دزد به صلیب کشیده شد پس شاید نباید قضاوت کنیم ما در گناه زاده میشویم و در گناه میمیریم و او مایکل فرقی با دیگران نداره خداوندا ما از اسرار بیکران تو ناگاه اما میدانیم که گناه بندگانت را خواهی داشت خب این بود از این سری مرحله GTA مرحله 1 دوبله فارسی که خیلی باحال بود مرحله 2 هم احتمالا ویدیوشو بذارم لایک و ساب یادتون نره فعلا پیس اوت